ویرجیل جلو اومده. امید اول سرزنی است به همراه ابراهیم کناته، یه هلندی و یه فرانسوی. ارسال روی دروازه انجام میشه، فرصت دارن و گل اول زده میشه در همین صحنه. گل اول زده میشه. زیادم شادی آنچنانی نمیکنه محمد صلاح، چون میدونن که شاید بازی پرگلی در انتظارشون باشه. 1-0 در دقیقه 5. محمد صلاح یه جوری گل زد انگار گل مردوده، اما یه سادگی هرچه تمامتر این بازیکن مصری واسه موفق میشه برای لیورپول گل بزنه. ببینید چقدر ناشیانه در دفع توپ عمل میکنن. اونجا 3-4 نفر از دارمشتاتیا بودن، کاملا مشخصه که جو ورزشگاه گرفتتشون. لیورپول 1، دارمشتات آلمان 0 و تازه دقیقه 5 هستیم. پس که بازیکن گرون قیمتشون یعنی دومینیک سوبوسلای